سلام دوستان، اگه میخواین جدا از فضای مجازی به یک منبع معتبر و موثق اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کنین، نیازی نیست دنبالش بگردید. ما براتون یک وبسایت رسمی معتبر و تایید شده ای رو آماده کردیم. از اخبار شیر مرغ گرفته تا جون آدمیزاد رو پیدا کنید. رسانه سونیوز یک پایگاه خبری تحلیلی هستش که با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خودش رو از پاییز 99 شروع کرده. سونیوز یک رسانه فراگیره که به صورت بین المللی فعالیت میکنه و دفتر این رسانه هم در شهر تبریز واقع شده و تمامی حقوق مادی و معنوی اون متعلق به مؤسسه فرهنگ هنری فصل هنر هستش که اخبار حوزه‌های مختلف مثل سیاست، بین الملل، اجتماعی و انتخابات و مدیریت شهری و فرهنگ و هنر و گردشگری و تا تولیدات ویژه خود آژانس خبری سونیوز رو پوشش میده. سونیوز یک رسانه مردمی مستقل و اختصاصیه که به هیچ گروه و فرد و جناحی وابستگی نداره و سعی میکنه با رعایت اصل شفافیت و صداقت به درست‌ترین شکل ممکن جریان آزاد اخبار و اطلاعات رو برقرار کنه. رسانه سونیوز با تشکیل تیم حرفه‌ای شامل سردبیر، دبیر تحریریه، عکاسان، طراحان، خبرنگاران و متخصصین تولید محتوا، گزارشگرها و گوینده‌های حرفه‌ای به صورت منظم و منسجم در حوزه خبر و اطلاع رسانی فعالیت میکنه. محتوای رسانه سونیوز به زبان‌های فارسی، ترکی آذربایجانی، ترکی استانبولی و انگلیسی هم منتشر شده. سرویس‌های متنوع اخبار حوزه‌های مختلف رو پوشش میده. سونیوز در تهران و شمال غرب کشور و بعضی از کشورهای حوزه قفقاز خبرنگار اختصاصی داره که به صورت حرفه‌ای رویدادهای مهم رو پوشش میده. سونیوز یک رسانه صرفاً متنی نیستش و سعی داره با پوشش خبری در قالب ویدیویی، پادکست، گزارش‌های اختصاصی و باکس‌های خبری ویژه و در تولید محتوای اختصاصی متفاوت‌تر از رقبای خودش عمل کنه. شما میتونید آدرس soonews.ir رو تایپ کنین، وارد وبسایت بشین تا از جدیدترین و بروزترین اخبار مطلع بشین.